ما بهمون کلاس هایی نبوده که درس بدن که چجوری توی زندگیمون وارد بشیم. وقتی که ما با یکی توی رابطه میریم ما باید چگونه برخورد کنیم، چه فاکتورهایی رو باید داشته باشیم، چه فاکتورهایی طرف مقابل باید داشته باشه. اگه توی مشکلی برخورد کردیم باید چی کار کنیم. خب اینا رو برامون کلاس نذاشتن. بعد یه دفعه ما رو پرت میکنن، بزرگ میشیم، توی یک رابطه دوست پسر دوست دختری قرار میگیریم، توی رابطه ازدواجی قرار میگیریم و اونجا از ما انتظار دارن که ما بهترین خودمون رو ارائه بدیم. ولی این چجوری امکانش هست؟ ولی میریم توی زندگی میگن خودت باید تجربه کنی دیگه، از پدر مادر چجوری بودن تو همون کار بکن. با تجربه یه بار شکست میخوری، برمیگردی، بعد تو یاد میگیری. آموزش ندادن که ریشه‌ای باید چجوری برخورد کنی. خب بنابراین یاد گرفتن این که من چه کار باید بکنم برای تو بسیار مهمه و من این رو میخوام از ریشه برات بیارم بالا که تو بفهمی باید چی کار بکنی. برای همین بهت گفتم که اگر تو هر مرحله و استیجی از رابطه که هستی این به دردت میخوره، میخوای بچه داشته باشی یا نداشته باشی، میخوای دوست پسر دوست تو مرحله رابطه ابتدایی هستی یا نباشی، طلاق گرفتی یا نگرفتی، 30 سال ازدواج کردی، 40 سال ازدواج کردی یا نکردی، فرق نمیکنه. تو هر برهه از این مقطع که هستی حرفای من میتونه بهت کمک کنه.